سلام علیکم و رحمت الله و برکات دوستان عزیزان و تماشاگران گرامی. امیدوارم که همه کس در یک روحیه بلند قرار دارد و من یک چند نکته را ذکر کردنیم اویدی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان. اما ما و شما شاهد بودیم 8 اکتبر سال 2019 یعنی که ما همین ماه وزیر کارهای داخلی به کشور روسیه آمده بود برای یعنی که یک مشترک یک جلسه هم داشتن. از سمت روسیه چیکار کرد؟ خواهش کرد که از مهاجرانی که در فدراسیون روسیه هستند خواهش کرد به وزیر کارهای داخلی جمهوری فدراسیون روسیه که آنها یعنی که ویزای آنها گشوده شود و پلیس روسیه به آنها چیکار کند؟ آنها یک معامله خوب کند. و این یک مقاله بود که نشر کرده بودند گویا که وزیر غمخوار به فدراسیون روسیه رفته بود و غم مهاجران را میگم چیکار کرده است؟ خوب است دفاع از حقوقهای مهاجران کرده است. و من مطمئن هستم که این وزیر نه برای عفو مهاجران اومده بود نه برای طلب کردن مهاجران. این نفر برای برگرداندن مبارزان یعنی طلب مبارزانی که در فدراسیون روسیه حضور دارند به آنها اومده بود که تا آنها را بر کشور فرستانند، یعنی که آنها را استرداد کنند. نفرایی که در فدراسیون روسیه قرار دارند و آنها را میخواهد که رژیم امروزه رحمانوف باید به تاجیکستان استرداد کنند یا که زندانی کنند. و خوشبختانه من گفتنی هستم که نفرایی که در فدراسیون روسیه هستند آنها را هیچگاه روسیه نمیدهد به تاجیکستان. و این خیانت هایی که وزارت کارهای داخلی به این ملت، به این سرزمین، به این تاجیکستانیان کرده است هیچگاه یگان کس فراموش کردنی نیست. و ببینید که این وزارت چقدر مردم بگیم که خونشان مکه به قابل هم مردم دیها مردم خونشان مکه چکار میکنند. و ببینید که یک شناسنامه را تقریبا از 900,000 سومون زیاد شناسنامه خارجی میفروشند و شناسنامه های تاجیکی میفروشند و شناسنامه های رانندگی و بسیار چیزها را این وزارت با نرخ گران چکار میکنند؟ میفروشند. و نفرهایی که از کشور روسیه دپورت میشوند یعنی استرداد میشوند آنها هم چکار میکنند؟ آنها مجبور میشوند که باز در تاجیکستان وطن عزیز ما کار نیست و باز چکار میکنند؟ مجبور میشوند که همون پاسپورت های خود را عوض کنند باز بگردن بیایند به کشور روسیه. و خود بنده در یکی از بازداشتگاه و خوردم در فدراسیون روسیه در ولایت ارنبورگ بود. یک تاجیک بچه بود که از خطا نکنم از شهر توز از ولایت ختلان بود و اون نفر را پرسیدم که شما باید چی سبب بازداشت شدید؟ اون نفر گفت که من 25 ساله هستم، من چی میکنم؟ وقتی که مرا از روسیه دپورتاسیا کردن من رفتم به تاجیکستان. از تاجیکستان چیکار کردم؟ نام نسبم رو عوض کردم و باز برگشته به روسیه اومدم. در روسیه دیدن این مقصد که همون ایزی انگوش میگن چی میگن از همون چی یافتنش اون نفره که یعنی شناسنامه‌اش قلبکی بلست و اون نفر طول 6 ماه هست که میگه که در بازداشتگاه از مسکو در سمره بیست است، از سمره در ارنبورگ بیست است. خلاص میخواد در بازداشتگاه چکار میکرده بیست انتقالش میداده بیست. خلاص اون نفر قصه کرد که یک منطقه نیستم و چندین نفرها را واخوردن در این بازداشتگاه ها که مثل من همه خیلی شناسنامه قلبکی کرده شدن. و این وزارت کارهای داخلی خیانت‌های بزرگ کردگی است که و چندین نفرها را شناسنامه‌های قلبکی دادگی اومدگی یا در سرحد محکم شدن بازداشت شدن
یا که چندین پول رسخات کردن اومدن و فدراسیون روسیه ایرپورت یا که از همون تموجنی چکو کردن گرداندن به تاجیکستان دوباره استرداد کردن. و این جنایت هایی که وزارت کارهای داخله کرده است اینها را اصلا مردم نخواهند بخشید و نمیخواهند که این جنایت ها رو ببخشند. ببینید که همه ما و شما شهید هستیم برای یک سیم کارت چقدر مردم رو اذیت دادن و چندین نفر رو اذیت دادن که به شما چکم کنید پاسپورت های خود را شناسنامه های خود را عوض کنید. و بالای این قدر ظلم باز این وزیر گویا که اومده از همتای روسش خواهش کرده است که یعنی که قضیه مهاجرانی که چه شکنجه میشوند یا که از طرف پلیس روسیه بدرفتاری کرده میشوند، گویا که این وزیر چیکار کرده است؟ اومده است مراجعت کرده است یا خواهش کرده است که همین قضیه رو وزیر کارهای داخل روسیه ببینند. و هموطنان عزیز ببینید که یک ویدیویی که سال گذشته همه ما و شما شاهد بودیم، خدا رحمت مغفرت کند این دخترچه نابالغه، و ببینید که این پدر این تا امروز برای اون نفر او اوباشه که در این قتل دخترک دست داشت و تا امروز او اوباش اون قاتل به جوابگری جنایتی کشیده نشد. و چرا امروز پدر بیچاره ساسان و سرگردان است؟ یگان بار از وزارت کارهای داخل جمهوری تاجیکستان یگان کمکی کردن نشد، مادامی که یک وزیر که امروز گویا که غمخواری ملت و وطن و نمیدونم کشور باشه. و این همه در پس چهره ها یک بازی هست که اینها میخواهند که یک بازی بکنند در مامین مهاجرای کاری در فدراسیون روسیه. و همه ما و شما شاهد هستیم که سال 2020 سال انتخابات است، سال انتخابات های پارلمانی و پرزیدنتی. خطا نکنم ماه فوریه سال 2020 در آینده انتخابات پارلمانی می شود و سال 2020 ماه نوامبر انتخابات پرزیدنتی می شود. و تا حال یگان نفر نمانده در مقابل رحمانوف مثلا پرزیدنتیش به اطمینان یعنی تمام می شود و او دیگر نمیتونه که خود را در نامزدی موند و از همین لحاظ اینها باید یک نفری که مبارز هستند آزاداندیش هستند و مقابلیت نشون میدن به ضد ناعدالتی این رژیم رحمانوف، آنها باید چیکار کنند؟ این مبارزان را یا برگردانند یا خاموش کنند که تا که انتخابات های اینها چیکار کنند؟ خاموش و آزادانه بگذرند. و اینها نمیدونم در آینده کی را پرزیدنت میمونند و اینها نقشه های دارند که باید همون فرزندهای خود را چیکار کنند؟ به سر حاکمیت بیارن و طول 20-25 سالگی چیکار کنند؟ حکمرانی کنند. و قصه رو طولانی نمیکنیم برادرای عزیز و من مطمئن هستم که نفرانی که در فدراسیون روسیه همچون یک مبارز، همچون یک آزادیخواه، آزادی اندیش هستند و من مطمئن هستم که فدراسیون روسیه و نفرها را بر تاجیکستان استرداد نمیکند، چون که فدراسیون روسیه میدوند که تاجیکستان علاقه یک کشور خودکامه و اویلوی و دیکتاتوری شده است و نمیخواهد این کشور که در سازمان های بین المللی خود را همچون یک سیاه یک کشوری خودکامه و دیکتاتور نشون دهد. و من مطمئن هستم که مبارزانی که در فدراسیون روسیه هستیم و مطمئن گفته میتونم که شما را هیچ کس به تاجیکستان استرداد کردن نمیتواند. و باقی در امان خدا باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.